3 ماه می شود شریف خان در این مقامات را میکوبد تا برای عملی شدن حلنامه سود کمکش کنند. حلنامه سود حل نشسته. پرکتور فایروت کردیم رئیس دیگه نیومده. رئیس مقصد چیه؟ خیلی نمیکنه که نیت کردن که نداره نمیده. او 6 سال اخیر سرچوپانی کооپراتیو دولتی تبلای بود. شریف خان میگوید مأموریت هر بهار با بهانه اجرا نشدنی نقشه نسلگیری از 10 مردهایش از 3 تا 25 هزار سامانی پول میستاند. هر کی پول ندهد از کار رانده می شود. این بهار اومد گفتن که 10,000 بتین زمستون وازمین اومد بود هم آدم معلومه مول هم قمورد مول در حد بیش مول بسیار مول مخصوصا ما خودمون نداریم قوت نداریم برای چی که ما زمستون که ندادین جام ندادین خبر نگرفتین. اعتراض سرچوپان به این انجامید که او را از کار راندند. شریف خان که به حق بودن خود اعتماد داشت برای دفاع از حقوق خود فرمان اخراج از کارش را به بحث دادگاهی کشید. همین سوالق پیره گوسپند پیر شده اگه گوسپند برکه نیست. موراین هم دازیمم همین چند سوالق برکه دارم اون نیست مرد ایامو مرا پلان برام میبندن. بعدی چسب و تلاش‌های چند ماهه 22 سپتامبر شریف خان در دادگاه پیروز شد و حقوق پیدا نمود دوباره به جای کارش برگردد. سبب سرگردانی‌های چند ماهی اخیری او در کوچه‌های کلاب اجرا نشدن حکم دادگاه است. من رئیس فایروت کام گفتم چی با ما را برخورد نمی‌کنی؟ میگم ما شما را کور ملیسا خطی گرفتم مرا ناموس میبره که ترا با جای کورمون مرا ادامو میخندن. شریف خان پاچایف 43 سال دارد و با 7 فرزند و عائله‌اش در دهه نوآباد در این خانه زندگی می‌کند. 10 سال در مجموع چوپانی کرده فرزندانش را که حالا مکتب خوانند از درآمد این کسب می‌خوراند و می‌پوشاند. 350 سامانی معاش می‌گرفت اما از حساب پرورش چاروای خود در قطار رمه دولت تهیه معاش می‌کرد. وظیفه ما دامردگی است. ما وظیفه من مقصد خوندگی نیستیم که پرکتور شام یا سود شام سوجوجی شام بیام مول کنم داشی. شریف خان حالا در دست حکم دادگاه به دنبال اجراچیان می‌گردد اما به قولش آنها را نیز مایل به ادای وظایف نمودن مشکلی ها داشته است. گام میزنی سوتن میکنیم گام میزنی نایترین میکنیم یا از خیلی باجون زاگیم گا سود میکنن میکشانمون ناشید خچکو میکنیم یا باجون زاگیم نهاش مونه موشید داودا. مسئولین کооپراتیو تجارتی تبلای قضیه شریف خان پاچایف را نخواستند شرح بدهند. او میگوید صدای اعتراض او صدای آن 10 مرده هم هست که سالها حقوقشان نقض می شود و سکوت اختیار کردند. من نه اینم چند آدم هوز داودا دوران میترسن همین ملیسا دا میتن میجافن همین کچلی چی میکنن هوش میکنن آدمی که 40 سال 30 سال 20 سال 10 سال دامرده که سهم شای سهمیه شای او بررفته تمام گشته است دیگه با مردم اخلو میکنه. برای آنکه قضیه از کار رفتن شریف خان در دادگاه بررسی شود او تا دادستان کل و پرزیدنت شکایت برد. اکنون که او در دادگاه پیروز شد حکم سود از جانب مسئولین اجرا نمی شود. او صبح تا بیگاه در شهر کلاب اجراچیان سود را می پاید تا با آخر برای حق خود مبارزه بردن است. چون شخصی معتقد است گاه در مکانهای مقدس از قدرت فراتر از توانایی انسان امداد می خواهد.